أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم الله منان را سپاس و شکران که با ما و شما فرصت عنایت کرد و باز در مورد مسئولیت هایمان با هم گفتگو میکنیم. ما در چند برنامه‌ای که گفته آمدیم در مورد تربیت بدنی یا جسمی اولاد بحث کردیم و مسئولیت این تربیت هم مستقیما متوجه شما پدر و مادر عزیز است. چطور میتونیم یک اولاد سالم به جامعه تقدیم بکنیم که از نظر جسمی هم به دردخور جامعه باشه، بار جامعه نشود، یک پایش در خانه و پای دیگهش در شفاخانه نباشه. ما اگر این مسئولیت قبول کنیم که از شما پدر و مادر هست، از همون کودکی، از وقتی که به دنیا میآیم متوجهش هستین تا که سبب خدمت یا مصدر خدمت در اجتماع میشه. شما از خوابیدنش، از خوردنش، نوشیدنش که مواظبت میکنین، همگیش به خاطر صحتش است. جسمش شما میخواین سالم و صحتمند باشه. متوجه از این بودین که مریض نشود، احتیاط میکردین در تربیه جسمیش که خدای نخواسته تنبل بار نیاید، نازدانه نشود و به می ترتیب بیبندوبار نشود، خدای نخواسته به مخدرات و به چیزهای بد دیگی مبتلا نشود که همگی از این ضرر به جسمش میزنه. و برعکس باید که در تلاش از این باشیم که چه کارهای دیگه بکنیم که اولاد ما صحتمند شود. گفته آمدیم در نوبت امروزی ما یا ای برنامه ما دو پدیده بسیار مهلک و کشنده دیگه هست که صحت فرزندان عزیز ما را سخت‌تر ضربه میزنه. عمل فجیع و عمل شنیع ناپسند و ناروایی که به نام زنا و لواطت است. ما چطور میتونیم که از این دو پدیده شوم اولادهای ما را دور نگاه کنیم؟ اگر خدای نخواسته غفلت شود، این مرض از کودکا شروع میشه تا به نوجوان و جوان و تا و کسایی که سنش بالا میره. کودکایی که هنوز بالغ نشدن ولی در سن و سالی هستن که خیر و شر میفهمن و زیبایی های بدن به چشمشان میچسبه، میفهمن که به حساب ما بگیم در دنیا چی گپ است، با او سن و سال هستن، میفهمن. طبعا که هنوز جوان نشدن. پدر و مادر اگر خدای نخواسته غفلت کنه، اهمال کنه، اینا اگر به همین راه کشانده شدن که ماحول ما ماحول سالم نیست. اگر در کشورهای اسلامی هستیم، اگر در کشورهای غیر اسلامی هستیم، اگر در اروپا هستیم، اگر در هر گوشه و کناری که هستیم، با تأسف که
فضایل اخلاقی اکثرا در جامعه ها کشته شده. طبعا نسبی هست، جایی هست که اصلا فضایل اخلاقی وجود نداره، در جایی هست که کم و بیش و سراغش میتونیم بریم، ولی در هر جایی این احساس خطر باید پدر و مادر بکنن. در جای زیاد احساس کنن، در جای هم اگر کم احساس میکنن ولی احساس کنن. اگر با قول ما بگوییم شیطان در هر جای هست که هست و دنبال تومه هست و دنبال صید و شکار هست شیطان که به مقصد شوم خودش برسه و ما را به بیراه و کجراه بکشانه. بنابراین خدای ناخواسته این چقدر دردناک باشه که پدر و مادر زنده باشن، ببینن با چشمانشان که فرزندانشان، جگر گوشه هایشان، ثمره حیاتشان خدای ناخواسته در منجلاب متعفن فساد و فحشا دست و پا میزنن. او وقت و آه و ویلا به درد نمیخوره، اولاد از دست رفته. او که نمیفهمید در ابتدا که کارا عواقبش به ایجا میکشانه. شما مورد نترسانده بودین، منع نکرده بودین، هشدار نداده بودین برش و یا اصلا نگفته بودین برش که این خطرات هم هست به دنبال شما نیفتین به این دام ها. وقتی نگفته بودین بعد شما خودتان میسوزین. تمنا میکنم که خداوند به شما به همه پدر مادرها این توفیق عنایت بکنه که فرزندانشان متوجه باشن، صالح و سالم تربیه بکنن، هم بدنشان، هم روحشان، هم جسمشان، هم عقلشان، هم ایمانشان، هم دینشان محافظه شود. ما که الحمدلله مسلمان هستیم. همین مسلمان ها هستند که باز این بشریت انشاءالله دستش میگیرن و از این تاریکی ها و از این خرافات، از این بدبختی ها، از این مظالم انشاءالله نجات خود دادن. این دین الهی است، این وعده الهی است که مسلمان ها بالاخره باز بیرق صلح و آزادی را به دست خواهند گرفت. ترقی و پیشرفت و سعادت و خوشبختی انسان ها را اینا باز مسئولیتش به دوش خواهند کشید. تمنا میکنیم که او روزها را امت ببینه. ما که ریش سفید شدیم ما هم ببینیم خدایا اولادهای ما مشعلداران دین باشند، بشریت از این بدبختی ها نجات بده. طبعا پدر و مادری که عاقبت اندیش است مواظب است. شما یک باغبان، یک کسی یک نهال میشانه، یک میوی را میخواه که غرس کنه و بعد از او حاصلش بگیره، یک گل را میخواه، یک تخم گل را در گلدان میخواه بشانه و اگر این گل نتا دلکش کباب میشه. یک شعر داریم که نخلی که بر نداد شود باغبان کباب، خون میخورد پدر که پسر بی هنر شود. سبحان الله. او کسی که از نهالش ثمره‌اش انتظار داشت که نگیره، ژاله بزنه خراب کنه، آفتاب سوزان یا خشک شود، دلکش داغ میشه که زحمتی کشیده بود به هدر رفت. پدرم همینطور است، مادرم همینطور است. اولاد به امید از که فردا اینا یک میوه بتن، اینا یک درخت پرثمر باشند، زیر سایه از این انسانهای دیگه بیارامن. وقتی که این درخت اصلا بلند نمیشه، کج میشه، برگ نمیکنه، میسوزه، خشک میشه، طبعا پدرها مادرها خون خواهد خوردن که اولادهایشان ضایع شده باشه. ما باید مواظب باشیم، بچه های ما را همیشه گاه گاهی کنترل کنیم که چی میکنه بچه، دختر چی کار داره، دوستای از اینا کی هست. اگر در سن سال میرسن که دوست پیدا میکنن، همبازی پیدا میکنن،
رفیق پیدا میکنن، طبعا به معنای بدش نمیگم اینا را. هر کس انسان همونطور هست، فطرت ما همونطور هست که تنها نمیتونیم زندگی بکنیم، باید با یک کسی حشر و نشر شویم. خوشا به حال او فرزندایی که دوستهای خوب گیرشان میآید. بنان پدر و مادر مواظب باشن که بچه ها همراه کی، همسایه ها کی هستن، در بیرون وقتی در کوچه بازی میکنن یا در پارک بازی میکنن، در جای بازی میکنن، در خانه وقتی کسی میآید، مهمان ها میآین، مهمان ها کیا هستن که میآین؟ آیا با بچه های شما اینا درست بازی میکنن؟ خدای نخواسته یک از این مهمان ها عادت خراب داشته باشه، تربیت خوب نشده باشه، خدای نخواسته شما مواظب نشین، او اخلاق سرایت میکنه در خانه شما، اولاد شما را او میگیره، بعد اولاد شما اولاد دیگر را میگیره. با خاطر شما این مسئولیت دارین که مواظب اولاد باشین. این کارهای بد از همون دوران شوخی و بازی شروع میشه. بعضی بچه ها عادت دارن، دختر عادت دارن با یکی دیگهشون دست بازی میکنن، قشتی میگیرن، میخوابانن یکی دیگهشون، میدوانن، میگردن، چشم پتکان میکنن. یک وقتی میبینین که خلوت میرن، یک جایی میشینن خودشان با هم راز و نیاز میکنن. بعض وقت همین دستک بازی ها بچه ها هستن در ابتدا شاید نفهمن، در جایهای بدن یکی دیگهشون دست بزنن که بعد اونها را تحریک بکنه، اونها را تشویق بکنه به یک کار ناپسندیدگی. همینطور شده در اون جایی که مهمان آمدن بینشان بچه ها در اتاق دیگه بین خود شوخی کردن، یک وقت شما میبینید که نیستن، کجا رفتن، میشینین شما با کلان ها مشغول صحبت هستین، چای نوش جان میکنین، ولی که بچه ها رفتن یک جای دیگه نیستن. مادره که دلش نارام باشه در این وقتها، فوراً از جایی که صدا کنه کجا هستین بچه ها. اگر خدا نخواسته یک حالت را احساس بکنه که در بین بچه ها همینطور کار شاید شده باشه، جمع کنه اونا را. خیلی از بچه های مهمان باشن، مهمان خود دوستشان هست آمدن، یک بار یک قصه را شروع بکنه، بسازه از دل خودش یک داستان جور کنه از عواقب بد همین کارها. شاید در واضح متهم نسازین یک کس که شما این کار کردین، بگویه که یک وقتی بچه ها همینطور میکردن، با هم بازی کردن، شوخی کردن، ولی دستهایشان در جاهای خورد، اونها احساس کردن ولی به اینطور ماجراها رو آوردن، کارهایی کردن که نباید میکردن. شما بچه ها را بترسانین که در اون جایهایی که ممنوعه هست دست نزنید، نگاه نکنید. ببینیم ما دین مبارک ما، دین عزیز ما و پدر و مادر دستور میتن که اگر بچه ها 10 ساله شدن، بچه های خودتان، خواهر و برادر، برادر و برادر، بسترشان جدا کنین. هست در خانواده هایی که هر کس از خودش یک اتاق، یک خانه نداره، در یک خانه، در یک اتاق، در یک غرفه بگوییم، اینا جای آور میکنن، وقتی خواب میشن همه زیر یک لحاف خواب میشن. ولی وقتی که هنوز کوچک هستن که عیبی نداره، ولی برای احتیاط وقتی بچه ها 10 ساله شدن، شما اینا رو بسترشان جدا کنین. میگن خواب است نمیفهمن، هیچ نیت بد ندارن، یک وقت وسوسه شیطانی میشه، دستشان یک جای میخوره، خواب هستن، در بیدار میشن، قبل از اون چیزهایی رو شنیدن، چیزهایی رو دیدن، یک بار در خودشان این چیزها رو احساس میکنن. در همین اروپا، شاید هم در آسیا، در کشورهای خود ما این چیزها زیاد شده ولی که ثبت نشده باشه. در اینجا روز نیست که یک جرم و جنایت در یک خانواده نشده باشه. گو ثبت میشه، که نه ثبت نمیشه. خواهر با برادر، برادر با خواهر، مادر با پسر، داماد،
بچه همسایه، همه ای چیزا. یزنه با خیاشنه، ایور با عروس هست. نگوین که گپا شاید اضافه باشه، شده. وقتی پدر با دخترش شرم نکرده، حیا نکرده، دختر مظلومشه تهدید کرده. 16 سال در اتریش یک کسی با دخترش این جنایت انجام میداد. دخترش بندی کرده بود در اتاق، نمیگذاشت که بیرون برایه. از او طفل داشت تا که افشا شد. در همین غربه که این روابط بین دو نفر بیگانه عیب نیست. اگر در مکتب دو پسر و دختر با هم روابط دوستانه نداشته باشند، روابط دوستانی از اینا هر رقم روابط است، اونا میگن مریض است اگر که اینا با یکی دیگه ایشان آمیزش نداشته باشند. بچه های مسلمان ما را، دخترهای مسلمان ما را اینا عیب میکنن که اینا نمیفهمن از دنیا، از لذایز دنیا بیخبر هستن. اینا میترسن از بچه ها و دخترها، از بچه ها دوری میکنن، دخترها از بچه ها و بچه ها از دخترها دوری میکنن. اینا را به حساب عیبشان میدونن، مریض هستن میگن اینا. در همین غرب هم روابط داخل خانواده محکوم است، ولیکن شیطان است، وسوسه هست. انسان جایی میرسه که از حیوان بدتر میشه. پس احتیاط کار است. شما زمینه را مساعد نسازین بر از این کار. پس وقتی که برادر با خواهر دریغ نمیکنه، مادر با پسر یا پدر با دختر، پس دیگه هیچ چیزی نیست که جلوی از این جنایت و وحشت بگیره. وقتی او غریزه جلوش از دستتان رفت، او کور شد، هر جا که رسید جنایت می آفرینه. اسلام عزیز بچه هایتان 10 ساله شد بسترشان جدا کنید. ما شرم و حیا هم در اجتماعات ما الحمدلله هست، جای کم است، جای زیاد است. ببینیم به پدر و مادر دستور میتن که شما پیش فرزندانتان، حتی پیش بچه های خرد، شما لباستان رو تبدیل نکنین. مادر در خانه بچه هایش هست، دخترهایش هست، میخواه لباسش عوض کنه، هیچ باکی نداره، میگه بچه های خودم هستن. لباس تبدیل اگر بکنه، او شرم و حیایی که بود میپره. اگر پدرم این کار بکنه، یا برادر کلانی کار بکنه، خواهر کلانی کار بکنه، یک فرد کلان خانه پیش روی بچه های ریزه کوچک این کار انجام بده، خیلی جفا کرده در حق بچه های ریزه، در حق خودش کرده. شرم و حیا از اونا پرانده. اونا دیدن جایهایی که نباید میدیدن. بنابراین ما خود ما سبب نشویم که بچه های ما چشمشان خدای ناخواسته بیجا باز شود، چشم پاره شوند، چشم سفید شوند. داریم اصطلاحات، چشم پاره هست میگیم، چشم سفید است میگن، چشم چران است میگن. چشم اول میده، هر طرف چشم سراغ میکنه، بعد از او باز به مشامش میه و به گوشش میه و تا جنایت بزرگ انجام میشه. ما باید هم بچه های ما رو بگوییم بچه ها او جای رو نبینین. بعض وقتا شما تلویزیون متوجه میشین، تماشا میکنین، بعض صحنه ها میآید، بچه ها رو هشدار بدین، بچه او سعی نکن، گناه داره، چشمک ده خودتان فورا لا حول کنین، استغفار کنین. شما او فیلم نمیدیدین، او صحنه رو نمیخواستین ببینین. این آقا همین طرز کار از این برنامه ها هست. در یک برنامه بسیار عادی و شاید که حیوانات جنگل نشان میده، بحر نشان میده، یک بار یک صحنه را میپرته که شما حالتان به هم میخوره. حیای شما، ادب شما، اخلاق شما و تربیتی که در فامیل شما هست خلاف از او هست، ولی ناچاپ آمد، دفعتاً آمد.
فورا چشمتون رو پان میکنید، بچه و دخترتون رو میگن پان کوچ مکتب بچیم نبینی. بعضی وقتا بچه ها هستن پدر مادر ها سیل میکنن، تلویزیون میبینن، ولی وقتی کدام صحنه خراب میه بچگک میاد پیش روی شیشه تلویزیون استاد میشه نکنین سیل گناه داره، نکنین سیل گناه داره. خدای ناخواسته نشوه که بچه را شما قهر شوین که پس شو از پیش تلویزیون بگذار ببینیم. وقتی او فهمید که شما دیگه اینا برای شما دیگه بد نیست، این برای ما بد بوده، برای پدر مادر بد نیست، برای بچه ها بد است، باز او وقت شما اعتبارتان پیش بچه ها خلاص میشه. شما یک کسی دروی میشین، بعض وقتا فریبکار، بعض وقتا دروغگوی معرفی میشین برای بچه ها که تنها ما را نمیخواین که نبینیم، خودشان میبینن. چیزهایی را که شما به اونا بگوین نگو خودتان بگوین، چیزی را که بگوین نکو خودتان بکنین. اینا خلاف همو تربیت که شما میخواین بچه هایتان به اون ادب و اخلاق مزین شون که نمیشن، باز چرا شما کار نکردین. بنابراین در درجه اول مسئولیت ای تربیه شما هست، مسئولیت ای تربیه به دوش شما هست. از عواقب شوم ای مرض ها بچه ها را آگاه کنیم، شرم نکنین. به همو چوکات، به همو چارچوبی که شما در داخلش میتونین حرف بزنین، حرفای درست بزنین، حرفای مهم بزنین، باید در همو چارچوبه بگوین. طبعا شما ادب و اخلاق و همه چیزها را مراعات بکنین که بچه ها آگاه شوند و او طرف اینا میل پیدا نکنن. ما ببینیم که بعد از پدر و مادر هم کسی هست که مسئولیت بار گران به عهده خود داشته باشه که بچه ها را، فرزنده های این ملت، جوانای این ملت از غرق شدن در فحشا و فساد مانی شود. طبعا که هست. بعد از پدر و مادر دولت است، اجتماع است. در روی اجتماعی که 4 نفر دلسوز نباشه، بزرگایی از او ملت برای جوانا امر به معروف و نهی از منکر نکنه، او اجتماعی مرده هست، به درد نمیخوره. او اجتماع همه گیر به طرف بدبختی ها میکشانه. من یادم است که در همو کابلی که در همو شهر کونی که ما زندگی میکردیم، دی افغانان در همونجا بزرگا همونجا بودن. بچه ها را اگر میدیدن سر تشله بازی، سر قمار بازی، سر یگان کار ناروای دیگه منع میکردن، حتی میزدن، حتی میگفتن پدرت میگم حیف پدر تو که تو کار میکنی، تو از خاندان فلانی هستی، شرم نمی کنی. این اجتماع سالم می باشه. جوانا، نیمچه جوانا حراس دارن که کسی یک کار بدشان نبینه. آشکارا کسی کار بد کرده نمیتونست. حال این ارمغان دموکراسی است که تباه کرد اجتماعات. هر کس هر کار میکنه آزاد است. نعوذ بالله. وقتی یک ملت کشته میشه که همو فضایل اخلاقیش کشته شود. امر به معروف نهی از منکر در اوج از بین بره. هر کس بگه به ما غرض نیست، شما میدارین کارت. ما وقت اولادای ما را اگر که واضح گفته نمیتونیم برشان قصه ها از داستان ها، بسیار داستان های حقیقی است که شما بیان کنین برشان که چطور یک جوان تانسته خودش از یک فحشا، از یک منکر، از یک بدی نگاه بکنه. شیطان وسوسه کرده ولی او از خدا ترسیده، وجدانش بیدار بوده، فطرتش پاک بوده، نخواسته آلوده شود، نخواسته که به گناه
مبتلا شود. از خدا کمک خواسته، خدایا من میتونم این کار ناروا و زشت را انجام بدم، ولی من از تو میترسم، من تو را دوست دارم، من میفهم تو مرا میبینی خدایا، این کار نمیکنم. او وقت است که شما در قلب بچه هایتان یک چیز را گذاشتین که همون خودش کنترلر است، او خودش نظاره‌گر است و اللهی که همیشه مراقب است او را حاضر حال خودش میدانه، ناظر حالش میدانه. بعضی کسا که فریب خوردن، نیمچه جوانها به الفاظ گرم و نرم یک جوان گمراه، یک دختر پاک و نازنین بازی خورده، عاقبت ناگواری که با او سر دچار شده از او بیان کنین، قصه کنین. یک بچه یک دختر را بازی داد، عکسش یک دختر یک بچه را بازی داد، او را به او گناه ها آلوده کرد، بعد رهایش کرد رفت. چی فضایل باشه که یک جوان از گناه خودش نگاه بکنه، پیش الله چی مقام داره، در اجتماع چقدر او با شرف و با عزت است که دستش به گناه نرسیده، همگی به او اعتماد میکنن. بسیار چیزهایشان امانت برش میگذارن. بودن در اجتماعات ما مردای نیکی که ناموس خود مردم برشان امانت میگذاشتن، میرفتن. برادر عزیزم از خانواده ما سرپرستی بکنید. بیایین بریم به یک میان برنامه، بعد باز صحبت های ما را دوام میدیم. السلام علیکم و رحمت الله. کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند شیطان ز خود براند. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند شیطان ز خود براند، شیطان ز خود براند. ما بنده خداییم، بر درگهش گداییم، بر دین مصطفاییم، با قرآن هم نواییم. ما بنده خداییم، بر درگهش گداییم، بر دین مصطفاییم، با قرآن هم نواییم، با قرآن هم نواییم. قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. حالش خواهی بدانی احادیث و بخوانی، حالش خواهی بدانی احادیث و بخوانی. گفتا که زملونی یا اهلی دثرونی، گفتا که زملونی یا اهلی دثرونی.
پیامبر خود بترسید از سنگینیش بلرزید پیامبر خود بترسید از سنگینیش بلرزید به سوی خانه دوید رسول الله بگردید رسول الله بگردید قرآن کتاب ماست جان بخش و رهنمای ماست قرآن کتاب ماست جان بخش و رهنمای ماست قرآن فروغ زندگی در قلب و سینه های ماست در قلب و سینه های ماست این هیبت قرآن است سنگینی ایمان است این هیبت قرآن است سنگینی ایمان است بر دشمنان برهان است نور دل خوبان است بر دشمنان برهان است نور دل خوبان است قرآن کتاب ماست در بیداری و خواب ماست در ظلمت او شهاب ماست هر جا او رهنمای ماست هر جا او رهنمای ماست بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، مطلب خیلی مهم است که مسئولیتش با دوش شما هست. ما در اجتماعات زندگی میکنیم، از یک طرف دوری از دین، از طرف دیگر یک هجوم فرهنگی از بیرون بر کشورهای ما دست به هم داده که جوانهای ما را، خصوصا جوانهای ما را در طرف پرتگاه بدبختی ها کشاندن. همون کسایی تانستن خودشان را نجات بدن که اونها سر و کارشان با قرآن است، سر و کارشان با مسجدها است، سر و کارشان با دین است. آگاه شدن و هوشیار شدن از توطئه ها و پلان های شوم دشمن. شما از طریق اخبار، تلویزیون، هر رسانه دیگه که از در اجتماع ما دسترسی داره، ببینیم که جوانهای ما را به طرف بدبختی ها میکشند، بی بند و بار میخواهند شود. ضررت بر دیگران نرسه، هر کار میکنی بکو. اگر شما تانستین توافق یک دیگه تان حاصل شوه، هر کار میکنین بکنین. نعوذ بالله. در این کشورها اینا همین اخلاقی که خودشان داشتن او را آوردن. چقدر حال جنایت ها در این کشورهای ما هست که دختر گم میشه، پسر گم میشه. رسما موتر میایه یا ماشین میایه، از روی بازار، از روی جاده کسی را با کش میکنن، با ماشین یا موتر میپرتن میبرن. امنیت در داخل جاده ها و شهرهای ما رخت بربسته. ناموس ما در خطر است. ناموس ما به طرف زیر تیر و تیغ دشمن هست. در بین مسلمان ها ناموسشان مثل حیاتشان است.
چی ناموسش لکه‌دار بشه چی جانش بگیری، بکوشش خوب است و بکوشش خوش میشه. بسیار کسا بودن وقتی ناموسش پایمال شده خودش کشته که من اگر در اجتماع نیستم، من در اجتماع سر بلند کرده نمیتونم. به او خاطر است که ما باید محتاط باشیم. بچه های خردتان، دخترهای کوچک، اینا را مقبول نسازین، فیشن نکنین، بازار نکشین. خدای ناخواسته خودتان مثل که یک آهو بره را در پیش دندانهای پلنگ و گرگ شما مگذارین. کاش جامعه سالم ما می داشتیم که همگی حق و حقوق خودش می دانست. برای محافظت ناموس و اجتماع مسئولیت احساس می کردن که نیست، ولی خود ما جان خود ما را خود ما باید حفاظت بکنیم تا که انشالله می رسیم به مو که ناموس اجتماع را هم محافظت و پاسداری شما بکنیم. ما محافل می بینیم در بعض جایا مکاتب است، اجتماعات است که از بچه و دختر مختلط است. حال در پواندون ها ببینیم، در دانشگاه ها ببینیم بچه ها و دختر ها یک جا هستند، در همون سن و سالی که هنوز وسوسه های درونی و بیرونی انسان به اون طرف برای فساد و بدبختی ها میکشانه. اگر نه در پایان هم اگر دستشان برسه کوشش میکنن در اونجا هم اختلاط ایجاد کنن. در همین غرب وقتی که اختلاط در بین بچه ها هست، در مکتب ها و مدرسه ها هست، بسیار وقتا شده که دخترک های 12 ساله، 13 ساله، 15 ساله، 16 ساله اینا حامله شدن. بعضی دانشمندای با انصاف از اینا مسئولیتش به دوش همین سیستم مختلط مکاتب و مدارس می اندازه. اینا هستن که در اجتماع فجایع جور میکنن. میگن اسلام عزیز ببینیم از 10 سالگی میگه بستر خواب بچه ها را در خانه‌تان جدا کنین. شما در سن سالی که 12 ساله، 13، 14، 15 اینا را یک جا گرگ و بره را یک جای گذاشتن. هر دو طرف هم میل داره، هر دو طرف غریزه داره. اینطور نیست که بچه ها زبردستی کنن دخترها را، در هر دو طرف هستی. ولی در کشورهای عقب مانده ما شاید که بچه ها و دخترها و قدر که با هم اختلاط ندارن، بچه ها با بچه ها زیادتر به این جنایت ها دست میزنن. بچه های صنف 4 مکتب هستن، هنوز 10 ساله شده نشده، 9 ساله است، 10 ساله است، جوان نشدن، ولی از این کارها بلد شدن، در این کارها آغشته شدن. یک جای خلوت میپالن، میرن دست میزنن در جان یکی دیگه شون. نعوذ بالله. معلم خواب برده، مربی خواب است، مادر پدر که در صنف نیستن، حال خود مسئولیت به دوش معلم است. ما وقتی در خانه ما مهمان میاد، بچه ها جوان، دخترای جوان اگر در خانه ما هستن، بچه های جوان، دخترای جوان مهمان میاد در خانه، شما مواظب باشید. اگر جایی نیست که اونا جدا بشینن، بعضی وقتا قصدن هم جدا نمیشینن، ایره از تمدن و از پیشرفت و ترقی میدانن که یک جای بشینن. این چی به نزاکتی است که بچه ها یک جای بشینن، دخترها دیگه جای بشینن؟ چی ما وحشی که نیستیم در جان یکی دیگه بفتیم؟ چه معنا داره؟ بعضا طعنه میتن. ما یک کسی بود خدا بیامرز، در بن مسجد داشتیم، در اونجا برای خانم ها یک جا جدا کردن، پرده زدن. یکی از
کسایی که خودش روشن فکر میدانست یک وقت در یکی از کشورها آتش کلتوری را مسئولیت داشته، یا خانی فرهنگ بگوییم، اینا میگفتن که ما تعجب میکنم به شما بچه های جوانی که امروز در محراب و منبر شما بالا میشین و شما همو عادت های قدیمی را هنوز هم رواج میتین که بین زنها و مردا باید در مسجد پرده بیفته. حالا شما خودتان نمیگین ما خواهر و برادر هستیم؟ حالا مرد چی فرق میکنه که یک خواهرم در پهلوی ما ایستاد شما نماز میخوانیم؟ خواه این برداشت متاسفانه روشن فکرای ما بود. اونا خودشان روشن فکرها میگفتن. میگفت که من یک دختر دارم، حتی میره آب بازی میکنه، کلان دختر است، ما نمیخوایم که برای آب بازی که بچه ها آب بازی کنه، بیاید در مسجد از شما بشنوه، اصلاح شوه. اما وقتی بیاید که اینجا یک زندان جور کردین برای خانم ها، در پشت پرده هستن اونا، شما رو نمیبینن اونا، و هیچ وقت از آب از حوض این طرف نمی آید. به هر ترتیب ما میبینیم که یا آگاهانه یا قصدن یا ناآگاه نمیفهمن این حرفا را میزنن، ولیکن ما مواظب خود ما باشیم. دین ما هر حرفی که زده یک حکمت، یک خیر در او بوده. حالا وقت چند تا جوان آمدن، خب شما در جایی که زندگی میکنین، در شهرهای بزرگ هستین، متمدن شدین و همین حرفا را میگین که اگر ما جدا بشینیم پس رفتگی ما را نشان میده، بی اعتمادی ما را نشان میده، ما که خواهر و برادر هستیم. بعض وقت این دو تا جوانی که غریزه دارن، نفس دارن، تمایلات نفسی دارن، در اون مقام موقف نیستن که خدا را حاضر حالشان بدانن، هر لحظه با خدا باشن. کاش که ما در خانه های ما همه طور نظام برقرار می بود که ما مواظب خود ما می بودیم، نفس ما را زیر کنترل خود ما می داشتیم. ولی بزرگای ما بعض وقت ما تشویق میکنن به اون طرف ها، پروانه داره بیاین بچین بشینین اینجا. اینا وقت نشستن خیلی ما مواظب باشیم. بعض وقتا با اشاره، با خنده، با شوخی، با مذاق بعضی فکایی ها گفته میشه، بعضی قصه ها گفته میشه که اونا رو بالاخره به اون مرحله میرسانن که شما نمیخواستین اون کار شود. بعض وقتا همین چیزهای اختلاط، مجالسی که مختلط است، مختلط به این معنا که زن و مرد یک جای می باشن، این عروسی ها که از کنترل بیرون است. اونجا آگاهانه هر کسی که میره به خاطر گناه میره. عنوان میکنیم که سلی رحمی قطع میشه، برادرم عروسیش است، خواهرم است، بابایم است، کاکایم است، مامایم است، فلان است. و اگر نریم اونا باز در مرگ ما نمی آیند. بنابراین خود ما را مجبور میسازیم، مجبور میبینیم که ما باید در اوجا بریم. وقتی که رفتیم خوب میفهمیم که گناه است. یک ثواب دیگر را بیرون میکنیم که صله رحم قطع میشه. ما باید بریم، ولی صله رحمی که برقراری از او سبب گناهان کبیره شود. و در همون محافل میبینیم نتایجش چی است. خانه ها ویران میشن، زنهای شوهردار در اوجا بدبخت میشن، مردهای زندار بدبخت شدن. از همون محافل در همون جا چشم جرانی هست، اشاره هست، خنده هست، مذاق هست، هر جنایت دیگه که سبب تباهی دو طرف میشه. حال ما اگر که بچه های ما را از خدا و رسول خبر کنیم، از عواقب بد از این خبر کنیم، از گناه های از این خبر کنیم، از این که الله ناراحت میشه، ناراض میشه، فرشته ها
در اعمال نامه ما نوشته میکنن کارهایی که کردیم، گپایی که زدیم، اشاراتی که از ما رد و بدل شد. خب گرچه حرفا رو که میزنیم متوجه هستین شما که اصل عنوان این برنامه ما تربیت جسمی یا بدنی اولاد هست. همین چیزا که میگیم اینا همگی اگر صورت بگیره، اگر مواظب نشیم، همین جنایت ها صورت بگیره، بدن ما، جسم ما اولین ضربه را میخوره. مرض های گوناگون شامل حال ما میشه. این اطباء تجارب این نوعی سالهای سال است که اینا کشف کردن یا نتایج تجاربشان همی شد که همین روابط ممنوعی که الله منع کرده، این زنا و لواطت، وقتی این صورت میگیره چی مشکلات ایجاد میشه از نظر جسمی و روانی یا بدنی بگویم، که بدن انسان، اعضای وجود انسان با چی مشکلات روبرو میشه. این عمل زشت و ننگین سبب همین امراض در جسم ما میشه. در اینجا یادداشت میکنم زخم ها، تورم اعضای تناسلی انسان، همون شرمگاه ها، همون اعضایی که محرم و نامحرم تماس پیدا میکنن، لبها، دهن، در ابتدا اینا تورم پیدا میکنن، التهاب پیدا میکنن، زخمی میشن، آسیب میبینن. وقتی یک کم پیشرفت میبینن که در بدن لکه ها پیدا میشن. نعوذ بالله. آهسته آهسته اگه این جلوش گرفته نشد و دوام کرد، کور میشن، کر میشن. نعوذ بالله. الله منع کرده بود نکوی کاره، به خاطر یک لذت کوتاه مدت ذلت بار، عواقب خطرناک، یک لحظه خوش بگذرانند، در حالی که الله راههای مشروع از این گذاشته بر ما. وقتی شما کودک هستین، وقتی شما هنوز دست چپ و راستان نمیف، این پدر مادر شما را اگر مواظبت کنه، شما نمیزنید به این کار رو دست نمیزنید. نوجوان شدین هنوز که در مرحله ازدواج نیستین که غریزه ها فروکش کنن. چقدر راه های معقول دیگه هست که اگر پدر مادر مواظب باشن، اولادکار به این سرنوشت دچار نمیشن. ها وقت جوان شدن، حال سن و سالشان ایجاب میکنن که برن بخت خودشان، خانی بختشان برن، سرنوشت برشان خب بکنن دیگه. حالی اگر نمیتونن، ببین چقدر راه های مقبول دیگر الله برای بنده هایش پیشکش میکنن که همگیش پاداش میده الله. روزه بگیرین، چشمتون رو پایان پرتین. شما به خاطر که یک نامحرم نمی چشمتون رو پایان، همین خودش در حسنات شما حساب میشه. این بدون مزد شما نکردین. شما از یک شاید چشم ببینه لذت ببره، وقتی از این لذت شما چشم پوشی کردین، چشمتون رو پایان کردین، الله بر شما فوراً یک جایزه میده. سبحان الله. اگر از او کار پیشرفتی خطرناک قبیح شما خودتان جلوتان بگیرین، به مقام شما پیش الله چقدر بلند میره. در حالی که بنده میتونستی کار بکنه ولی به خاطر من نکرد، به خاطر الله نکردین. شما پیش الله مقامتان چقدر نزدیک شدین به مقام قرب الهی. شما را الله در جمله نازدانه های خودش گرفت. شما این خطر این مرض دیدین که از کجا شروع شد؟ از او جسم، از او اعضایی که به هم تماس کردن که قانونا اجازه نداشتن، از اونجا آسیب شروع میشه، زخمی میکنین، میکروبی میشه.
آهسته آهسته میبینیم در وجود از اونا لکه ها پیدا میشه، قواره هایشان میگرده، نور ازشان نورشان تاریک میشه، چهره ها زشت میشه، کراهتتان میایه به اون نزدیک شوید، تا بالاخره سرحدش به کوری کر میشه، رگها گیره میخوره، تواناییش از بین میره، زبانش سرطان میفه. سبحان الله. این زبانم در بعضی جایا خورده بود که حتی میگن گاهی به سل، مرض سل دچار میشه، سفلیس که معروف است. یک ذره بالاتر شما برین، خدا نکنه شما میگم اگر همین روابط نامشروع برقرار باشه، اینا بعد در مراحل بعدی اگر اینا ازدواج میکنن، این میکروب ها این سرایت میکنه در روابط زن و شوهری که باز دوباره به وجود میآید، از اینا به فرزندانشان نقل میکنه. شما سعی کنید چه کار شد؟ یک لحظه غفلت و این اعمال بعد از انجامش 100 دفعه فطرت انسان است پشیمان میشه، کاش نمیکرد، چه کاری کرد، چه جنایتی کرد، اگر دختر باشه اگر پسر باشه پشیمان میشه همون لحظه که چه کار بدی کرده بود، الایی که باز معتاد شود، باز چشمش دیگه نبینه، قلب مهر شود، فطرت کوچ کنه، فطرت ناسالم شود، دیگه از خدا نترسه، از گناه و ثواب دیگه حلال و حرام برش اهمیت خود از دست بده. ولی اگر در آغاز کار از فوری نادم میشه، پشیمان میشه، در حالی که یک لحظه پیشتر شاید لذت برده بود، خجالت میشه، چه کار بدی کرد. مرض دیگی که ما میشناسیم سوزاک است. این کارهای نامشروع از همون آله تناسلی مجرایش است، مجرای زیر الله آسیب میزنه، یک سوخت و سوزش میکنه وقت تشناب میره، حمام میره. اگر یک کم پیشرفته شد چرک میشه، چرک و زرداب بیرون میشه. در خانم ها حتی رحمش، جایی که فردا این طفل را در اوجه پرورش میداد، اوجه را آسیب میزنه. در مردها هم تخمدانش است، مثانیش است، اینا ضربه میبینه. مجرای مثانه و اینا تنگ میشه. چی مرضهای دیگی که در داخل او اعضا پیدا میشه. در زنا بغیر از اینکه تخمدانهایشان التهاب میکنه، برای رحمش و گرده هایش و 4 طرف دیگهش آسیب میبینه. حتی سبب میشه که زن و مرد به یه عمل شنیع و قبیحی که اگر اینا دچار شدن، بالاخره اینا نازا میشن، عقیم میشن، دیگه طفلم خدا برشان نمیده. به کجا سرحد کشید؟ و بعض وقت میگه همین چرک و ریمی که در این مثانه و در این راه ادرار اینا به وجود میآید، سبب میشه که ادرار دیگه بیرون نیامه، پس بزنه. پس اگر بزنه تمام وجودش، تمام جسمش مسموم میکنه، بعض وقتا به هلاکتش منجر میشه. سبحان الله، نعوذ بالله. حالا کسی جانش دوست داره میتونه این کار بکنه. ما یک سوزن در جان ما، در حالی که دوا داشته باشه پیچکاری یا سوزن میزنن که دوا برای ما، دور میترسیم، چخ میشه یک چیزی.
حال ما یک کار را کردیم به خاطر یک لحظه که بگویم لذت کاذبانه از او ببریم، لذتی که خونش هم به حساب بگویم آلوده میکنه، جانش هم از بین میبره، حیاتش هم به خطر میاندازه. آیا ارزش داره؟ شما مشکلات دیگه میکروبی را که بار میاره، این رابطه شنیع، این رابطه بسیار قبیح، سبب میشه که همین ترشحاتی که از دو تا وجود به وجود می آید، از دو انسانی که در وقت مرتکب یک گناه کبیره، اینا میکروب هایی را ایجاد میکنن، تولید میکنن که خطر مرگ داره. یکی از اونا ایدز است. حال جهان غرب در این منجلاب دست و پا نرم میکنه. روزی نیست که چند نفر با خودش نبره این مرض ایدز. این مافیای فحشا در اینجا حتی اینقدر سر رسانه ها این فشار آورد که همین مرض ایدز کوشش کنن که نگوین که از روابط نامشروع دو تا مرد یا دو تا زن ایجاد میشه. گفتن یک میکروب بود از افریقا آمد. تا کی را پوت میکنن؟ به خاطر ازی پوت میکنن که این جنایت، این عمل جلوش گرفته نشود، این گناهش یک جای دیگه پرتن، نگوین که مرضی که دیگه درمان نداره. این نسبت روابط خلاف انسانی، خلاف فطرت و طبیعت یک انسان که دو مرد یا دو زن با هم یک جا میشن. نعوذ بالله. این از این طریق نشده، این از افریقا یک میکروب را یک کسی آورده بوده، میلیاردها روپیه مصرف کردن. حالا این اماکن و دکانهایی که جایهایی که برای این جنایت اینا جور کردن که امنیتش هم گرفتن، پول مصرف میکنن، دعوت میکنن، اعلاناتش، اشاراتش در و دیوال است، بیاین در فلان جای این جنایت انجام بدید. نعوذ بالله. و هر روزم حیات غربی ها تهدید میشه، به خطر مواجه است، میمرن. اینطور یک مرضی است که خشک میکنه، است استخوان و پوست میمونه بس. ولیکن دستبردار نیستن. حالا کلیساها این عمل زشت مشروع ساختن. در کلیسا دو تا مرد میرن ازدواج میکنن، دو تا زن میرن ازدواج میکنن، اینا باز خانواده تشکیل میکنن، میرن بچه های فرزندی میگیرن. نعوذ بالله، نعوذ بالله. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میگن که اگر جامعه محل بروز فحشا و فساد باشد، یک جامعه که در اونجا این فساد و فحشا از اونجا نشأت کنه، از اونجا برآید، چیکار میشه؟ خدای تعالی آن جامعه را به انواع بیماری ها مبتلا خواهد کرد که به مصیبت های و مبتلا خواهد کرد و به مصیبت های گرفتار میکند که در بین آنها سابقه نداشته باشد. همونطور بود. راست گفت پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم. در اون جامعه که فحشا و فساد تبارز میکنه، علنی میکشونن در اینجا، در اونجا امراض و مصیبت های را خداوند می اندازه یا نازل میکنه در اونجا که سابقه نداشته باشه برشان. همونطور شده حاله. میریم باز به یک میان برنامه، انشالله بعد از او تلفن ها هم باز میشه، صدای گرم شما ایزارم انشالله بشنویم و ببینیم که شما در رابطه چی پیشنهاد میکنین، چطور میتونیم جلو از این
مصیبت در خانه های ما بگیریم، اولادهای ما را از این مصیبت ها و از این امراض دور کرده باشیم. تا لحظات بعد. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز، مادر و پدر، اولادکای نازنین، شما هم مواظب خودتان باشید. حالا که ما هم کارا رو در گردن پدر مادر انداختیم، شما هم مواظب خودتان باشید. اگر پدر مادر شما رو یگان وقت اعتماد میکنه سرتان، شما از او اعتماد سوء استفاده نکنید. چقدر جوانایی بودن که در بسیار مراحل حساس گیر آمدن، چی دختر بوده چی پسر بوده، خودش حفظ کرده، آبرویش حفظ کرده، ایمانش محافظه کرده. وقتی یک کسی در یک گناه کبیره مشغول میشه، ایمان از سرش بلند میشه. ایمان اگر باشه نمیگذاره که او صاحب ایمان او جنایت مرتکب شود. خدا نخواسته در وقت گناه اگر انسان بمره، ایمانش بیرون میمونه، میمره. ببینیم اگر شما، خدا نکنه شما، میگم هر کسی که به این مرض دچار شود، باز تنها حال ضررش به جسم خودش دیگه نه، حال به اجتماع ضرر میرسونه، نسل خراب میشه. وقتی او آغشته شده بود، معتاد شده بود، دیگه به حلال توجه نمیکنه، ولو میره ازدواج میکنه. اگر دختر از شوهر کرد، اگر پسر از زن کرد، ولی چون پیش از این ازدواجی که حال رسمی و قانونی شده، حق دارن حال از یک دیگه اونا لذت ببرن، ولیکن اینا باز هر جایی هستن، قانع نمیشن به یک نفر. هر روز در آغوش یک نفر باشن دیگر لذت نمیبرن. چرا؟ اینا چیزهای دیگه هم دیدن. باز اینا باز چشمشان در بیرون است، بیرون از محرمشان، بیرون از حلال. نسل خراب میکنن، نسب خراب میکنن، ناموس از اون ملت زیر پای میکنن، شرف و عزت و اجتماع را از بین میبرن. در اجتماع اولادهای بی پدر و بی مادر به دنیا میاد. پدر و مادرش معلوم نیست که کی بودن. اینا بی‌بندباری بیداد میکنن از یک اشتباهی که در کودکی شده، در نیمه جوانی یا در جوانی شده، حال سن بالا آمده، ولی فحشا، فساد، رذایل اخلاقی بیداد میکنه. دیگه جوان مردی، عفت، پاک دامنی، اینا بی‌بها میشن. نعوذ بالله. ببینیم این جنایتکارهایی که آمدن در کشور ما، چشمشان به ناموس ما دوختن، چقدر مردمای چی بگویم نامشانه، همون کسایی بودن که اونا در کودکیشان پدر و مادرهایشان توجه نکردن برشان، یا بعد از یک از اختیار پدر مادرها خلاص شدن، خودشان به حرام و به فحشا کشانده شدن، دیگر روز ناموس مردم بردن برای جنایتکارای متجاوز بردن. معروف است، مشهور شده. حاله با فلان قرارگاه چند دخترها را بردن، چند پسرها را بردن. نعوذ بالله. کدام از این شرف و عزت، یا
کلگی طور نیست. اونم چند نفر انگشت شماره که سرشان توجه نشد در ابتدا غرق شدن، دیگرها را اینا غرق میکنن. ما میبینیم که اگر پدر و مادر توجه نکردن، اولاد اگر در همون کودکی یا نوجوانی یا وقت جوانی به این مرضها مبتلا شد، بعدها میبینیم عواقب بسیار خطرناکی برای اجتماع وارد میشه. نسب اصلیت خود از دست میده، نسل خراب میشه، به ناموس و به عفت او اجتماع دیگه بهای قائل نمیشن. امنیت از اوجه امنیت، خصوصا امنیت ناموس از بین میره. جوانمردی، فضایل اخلاقی، اینا بی‌بها میشن. در اوجه میبینیم که همون مقدساتی که پیش ملت بود، از نوامیسشان اونا افتخار میکردن، حال میترسن که میکروب هایی در این جامعه پیدا شده، دزدان ناموس پیدا شده. پس اینا را میبینیم که با همون کرامت انسانی زیر پای میشه. اجتماع دیگه اجتماع سالم نیست، اجتماع مریض شد، اجتماع نابود شد. وقتی اجتماع به این بدبختی ها دوچار شد، کسی دیگه نباشه که در او اجتماع اصلاحات بیاره، باز عذاب نازل میشه. خداوند عذاب میکنه. ببینید در قرآن میره میخوانیم، در سوره اسراء میخوانیم، هنگامی که اراده کنیم قریه ای را نابود کنیم، مترفین آن را زیاد میکنیم، پس فساد میکنند. مردمای مفسد، مردمای شریر زیاد میشه در اونجا و اینا فساد میکنن، علنی فساد میکنن. چکار میشه؟ حکم عذاب الهی بر او قریه ثابت میشه. و قریه را الله همگیش میگن هلاک میکنه، هلاک کامل، هلاکت کامل. فدمرناها تدمیرا. کسی دیگه سر بالا نکنه. پیامبر عزیز میفرمایند صلی الله علیه وسلم، روز قیامت از صورت زناکاران آتش شعله میکشد، چهره ها خشن است، چهره ها غضبناک است، قهر و غضب از او چهره میباره. یک لحظه او یک لذت نامشروع برده، خود تباه کرده، اجتماع را اوگار کرده. در صحیحین میخوانیم، در صحیح بخاری و صحیح مسلم، پیامبر علیه السلام میفرمایند که زناکار در هنگام زنا ایمان ندارد. وقتی به گناه کبیره انسان عمل میکنه، در همونجا ایمان از سرش کوچ میکنه. اگر مرد رفت، بی ایمان رفت. نمیترسه او جوان مسلمان که این عمل انجام میده. دنیا خو چشم پوت کنی به هم میخوره میره. عاقبتت چطور میشه؟ آخرت چطور میشه؟ عذاب اون چند برابر است. جای دیگه میفرمایند رسول خدا صلی الله علیه وسلم، زمانی که زنا و ربا در جامعه آشکار انجام شود، همیال همون رقم است، کس نمیترسه، کس حیا نمیکنه این کار انجام میده. مردم آن مستحق عذاب الهی هستند. کس هم نباشه گناه را جلوش بگیره، مثل که همه راضی باشند این کار. و الله پناه ببریم که در او اجتماع باشیم که همگی بی تفاوت باشه. هر کس بگه به ما چی، به ما چی گفتن، تنها خلاص نمیشیم. وقتی که یک ناروا را دیدیم و چوب ما را گرفتیم، معنیش که ما رو تایید کردیم، ما راضی هستیم در او کار زشته که صورت میگیره، پس اوجه است که ما مستحق عذاب الهی میشیم. نعوذ بالله. پیامبر عزیز باز میفرمایند
صلی الله علیه وسلم کسی که با زن همسایه‌اش زنا کند، هست نعوذ بالله نعوذ بالله، این مفسد به حد بی‌بندوبار هست که برای همسایه هم رحمش نمیآید. زن همسایه حق همسایه به حد بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگفتن که وقتی جبرائیل از حقوق همسایه به حد بیان کرد، گفتم حال در میراث هم شاید بگوید که همسایه حق داره. و این ظالم، این شریر، این پلید که در کودکی که از جلوش نگرفت، مواظبش نشد، در نوجوانی یا جوانی آغشته شد به این امراض، بعد حالا دیگه همسایه هم از دستش آرام نیست. به هر جای دستش برسه دریغ نمیکنه، حلال حرام برش دیگه ارزشش از بین رفته. چی کار میشه؟ وقتی با زن همسایه ای کار کنه، خدای تعالی در روز قیامت به سویش نظر نمی کند و او را پاک نخواهد کرد. با نظر مرحمت دیگه خدا طرفش سیل نمی کنه روز قیامت، دیگه پاکش هم نمی کنه، گناه ها در گردنش میمونه و او میگوید با اهل آتش وارد دوزخ شو، تو اهل آتش هستی. نعوذ بالله. الله غضب است، قهر است، در حق الله تجاوز کردن، حدود الله شکسته. و رو جنایتکاری که هم جنس باز است، قرآن عزیز میفرماید در سوره الشعراء میخوانیم، آیا با مردان نزدیکی میکنید؟ نعوذ بالله. و همسران خود را که خدای تعالی برای شما خلق کرده رها میکنید؟ الله مهربان که این غریزه را در وجود انسان گذاشته، برش راهش هم داده، راه حلال. وقتی از او تو لذت میبری، تو را خدا اجرم برات میده. و همسرانتان که ما برای شما خلق کردیم او را رها میکنید، شما با مردها آمیزش میکنید؟ نعوذ بالله. پس به اینا چی پاداش داده شود؟ مدالی که در گردن از این جنایتکار انداخته شود چی هست؟ دوام آیت مبارک است که بل انتم قوم عادون، شما قوم تجاوزگر هستید. هر کسی که کار میکنه، اولواتت کار خائن، بچه ها از دست از اونا در امان نبودن. غرب در منجلاب سقوط کرده، این کلیساها را با خودشان، این جنایتکارا، مافیای شهوترانی کلیساها را در اسارت خود گرفتن. حالا در کلیسا نکاح دو تا مرد میکنن، دو تا زن میکنن. نعوذ بالله. از این عبادتگاه ها چی جور شده؟ شما را به الله منان میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک. خدا یار و یاور شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ومرفأ والأماني ظلاله وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.